در روسیه شهروندان خارجی برای گرفتن اجازتنامه کار یا پتنت ساعتها نوبت‌پایی می‌کنند. این شب و روز در نزد شعبه وزارت کارهای داخلی و مرکزهای مهاجرت در گوشه‌های مختلف این کشور ازدحام بزرگ مهاجران مشاهده می‌شود. برای دریافت پتنت آنها از شب نوبت می‌گیرند. این نوار ساعت 5 صبح از مرکز مهاجرتی ساخر و در ولایت مسکو ثبت شده است. مرکز 3 ساعت بعد کارش را شروع می‌کند. در نوار دیده می شود که چگونه ده نفر در بیرون تاریک منتظر نوبت خود هستند. کمی دیرتر آدمان از این هم بیشتر می شوند. ساعت 8 سحر است. اینقدر آدم جمع شده است. در داخل نیز همین گونه است. سابق رهبر جمعیت ازبک‌ها در مسکو بهرام اسماعیلوف در شبکه تلگرام خود نوشت چنین وضع در تمام منطقه‌های روسیه مشاهده می شود. این شعبه کار با مهاجران وزارت کارهای داخلی در ولادیوستوک است. اینجا نیز مهاجران زیاد برای گرفتن پتنت در نوبتند. در مرکز مهاجرت سنت پتربورگ باشد در بین ازدحام بزرگ تلاطم سر زد. مؤلف یکی از نوارها میگوید در 10 سال اخیر چنین نوبت را در نزد مرکزهای مهاجرت ندیده بود. شبکه ششم ولایت ولادیمیر خبر میدهد که مهاجران در این منطقه مجبورند هفته‌ها برای گرفتن پتنت در نوبت بایستند. به گفته روزنامه‌نگاران مقامات محلی سرباری اضافی مرکزهای مهاجرت را به 2 عامل ربط میدهند. یکم آغاز کارهای موسمی و دوم قاعده‌های نوی مهاجرت که از اول سال جاری به اجرا درآمد. طبق این نوآوری همه مهاجران غیر قانونی باید تا 30 اپریل یا روسیه را ترک کنند یا سندهای خود را به ترتیب درآورند. مقامات روس اعلان کردند که تقریباً 700,000 شهروند خارجی به فهرست شخصانی تحت نظارت روسیه وارد کرده شدند. در این باره ولادیمیر کالاکولتسف وزیر امور داخلی این کشور در مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیون روسیه 24 پاول زاروبین هم خبر داد. به گفته او مهاجران تا آخر ماه اپریل برای بیرون کردن نام خود از این رویخط فرصت دارند. منصبدار روس گفت وزارت کارهای داخلی طول 3 سال تلاش داشت این نظام را جاری کند، اما تنها پس از حمله تروریستی در کراکو سیتی هال برای عملی شدن آن شرایط فراهم شد. اگر شهروند خارجی به فهرست داخل کرده شود بسیار عملها به طور خودکار برای او دستنارس می شوند. مثلا اون نمی تواند از جای زیستش بیرون رود، از خدمت‌های دولتی و بانکی بهره ور شود، از کارت‌های بانکی استفاده کند و برای گرفتن شهادتنامه رانندگی باید امتحان سپارد. کالاکولتسف میگوید هدف مقامات روسیه محدود کردن شمار خارجیان است که برای بود و باش در این کشور زمینه قانونی ندارند. به گفته او با کمک فهرست بیرون آوردن مهاجران غیر قانونی از سایه و قانونی کردن آنها آسان‌تر می شود. هر یک شهروند می تواند پیش از به کار قبول کردن مهاجر به طور رایگان از مخزن‌های وزارت کارهای داخلی و یا پایگاه دولتی گازاوسلوگی درباره در رویخط شخصانی تحت نظارت قرار داشتن یا نداشتن او معلومات گیرد. اگر او در این رویخط باشد متناسباً درباره به کار گرفتنش یا انجام یگان عملیات بانکی هیچ سوال باقی نمیماند، زیرا در عکس حال کاردهنده را جریمه کلان منتظر است. فهرست شخصانی تحت نظارت قرار داشته در اولهای ماه فوریه سال جاری به حکم اجرا درآمد. ولنتینا چوپیک حامی حقوق بشر گفت دفعتاً پس از به کار درآمدن این رویخط از ده‌ها مهاجر شکایت گرفت که اشتباهاً به فهرست وارد گردیده با مشکلات روبرو شدند. از جمله آنها را یا بازداشت کردند یا صورت حساب‌های بانکیشان مسدود گردید و یا برخی حتی از کارشان رانده شدند. مقامات تاجیک در ماه اکتبر سال 2024 گفته بودند که نام 120,000 شهروند تاجیکستان در این روی خط هست و اگر کمبودی ها را اصلاح نمی کنند از روسیه اخراج یا دپورتاسیون خواهند شد.